خب نماز یه عملی است که شاکلیده. به خصوص اگه کسی نماز اول وقت بخونه به مراتبی از قرب او رو میرسونه. خداوند متعال تو نماز دست رو سینت میگذاره، یواش یواش آلودگیاتو پاک میکنه. ماها اگه به خودمون باشه، خدا به خودمون واگذار بکنه، بگه بنده من تو رو به خودت واگذار کردم، بیشین ببین عیبات چیه، نقطه ضعفات چیه، بیشین ببین نقطه ضعفات چیه، بعدش هم خودتو اصلاح کن، خودت مداوا کن خودت رو. قرنها طول میکشه تا بعد از قرنها ما بفهمیم نقطه ضعفمون چیه واقعا و تازه یاد بگیریم که مداواش چیه. اما خدا میگه بنده من نمیخواد، من تو رو به خودت واگذار نکردم، مگه نماز بهت میدم؟ این نماز اون آلودگیاتو تو چه بدونی چه ندونی آلودگیاتو پاک میکنه. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، یواش یواش پاکت میکنه. دیر و زود داره، استعداد افراد با هم فرق میکنه، بعضیا زودتر بعضیا دیرتر، ولی پاک میشه.